دوستان روش سیخگیری کباب لقمه 200 گرمی، یه چونه 200 گرمی برمی‌داریم، ببینید به این صورت اینو دقیقاً از وسط به این شکل وارد سیخ میکنیم و حالا گوشت رو به سمت پایین هدایت میکنیم. ببینید بچه‌ها، همزمان که گوشت رو فشار میدیم گوشت هم به سمت پایین هدایت میکنیم. من خیلی آروم این کار رو میکنم که شما یاد بگیرید. ببینید بچه‌ها، یه بار دیگه میرم، ببینید به این صورت خیلی آروم انجام میدم که شما یاد بگیرید. حالا روش بند انداختنش ببینید بچه‌ها، به این صورت کش هم قیچی میکنیم و لقمه ما به این خوشگلی در میاد. ببینم چی شد.